دارم تقاضا میکنم مراسم قدردانیمون رو از خواهش میکنم بشینید. از نهادهای سیاسی و غیر سیاسی جهان، از مطبوعات جهان که بالاخره امروز صدای ما را رساتر میکنند و اتحاد خودشون رو با خواست حقانه ملت ایران برای آزادی، برای حقانیت، برای حاکمیت حمایت میکنند، نه تنها تشکر بلکه تشویق بکنیم که نگذارد این حرکت حماس آفرین مردم ایران از بین برود. ایستادگی و تداوم شرط اصلی پیروزی نهایی همه ما خواهد بود. I love you all. Thank you.